اجراکننده وظیفه پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقیف که از جانب پرزیدنت خودکامه پیشین نورسلطان نظربایف ماهی مارت جایگزین این مقام شد، در انتخابات روز یکشنبه برنده اعلان شده است. نتیجه های مقدماتی انتخابات پرزیدنتی قزاقستان روز 10 ایون از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات ها اعلان شد و بر اساس آن توقیف بیش از 70% آوازها را به خود اختصاص داده است. این نخستین انتخابات در قزاقستان بود که بدون شرکت نورسلطان نظربایف برگزار و در آن شخصی نو برنده اعلان شده است. هموطنان ما از حق دموکراتی خود استفاده برده در حوزه های انتخاباتی آواز دادند. این انتخاب آینده درخشان مردم ما است. ژورنالیست سابق و رقیب انتخاباتی توقیف امیرجان قاسانف با بیش از 16% آوازها در این آوازدهی مغلوب شد. ضمن صحبت با خبرنگاران قاسانف مغلوبیت خود در این انتخابات را اعتراف کرد و گفت که اگر به گفتش یک اپوزیسیون متحد و حزب کلانتر سیاسی با تجربه بیشتر وجود می داشت، او نتیجه های بهتر به دست می آورد. توقیف عملاً ماهی مارت سر قدرت آمد. ماهی مارت سال جاری بعد نزدیک 30 سال رهبری پرزیدنت نظربایف که امروز هم بسیار مقام‌های مهم سیاسی را در دست نگه می‌دارد اعلان استعفا داد و توقیف آن زمان رئیس سنا را اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تعیین کرد. روز آوازدهی 9 ایون صدها نفر دست به اعتراض زدند و به اطلاع وزارت امور داخلی قزاقستان در شهرهای نورسلطان و الماتو 500 نفر بازداشت شده است. اعتراضگران از ناعادلانه برگزار شدن انتخابات و به منفعت یگانه نامزدی کلیدی تشکیل شدن این معرکه راهپیمایی کردند. Boykotga keldim. Xalq, Qozaq, oyandir.